موسیقی میگیرن، بله، برنامه میگذارن. آقای ترامشلو ختنه سرون نوش، عروسی پسرش، عروسی دخترشون، و ایشون حال میکنه. یکی از خواننده های معروف اومده بود تو برنامه مهمونیشون، 20,000 دلار گرفته بود برای یه شب. نگاه کنید حیوانات. نوه و دست راستی نوش علی ترامشلو از گویا نیوز گرفتیم. فرزند ناصر فرهاد صنیعی‌فر مالک اسبق تیم فوتبال نساجی، این پسر بزرگ آقای ترامشلو که امشب در بالکن لاکچری پنتهاوسش در شمال دارد شراب و ویسکی می نوشد. سید علی آقا عمامه رو دیگه خیلی بذار بالا، این یه مقدار که میذاری فایده نداره، به کل ورش دار. عمامه سوزان را بنداز، هم عمامه خودت هم عمامه آقازادت، اینا رو همه رو. اون بدبخت مصطفی هم پسر بیچاره مفلوک، اونم تو شما افتاده. بقیه عمامه ها رو، میثم و اینا رو همه رو آتیش. نگاه کن پسر آقای محسنی اژه‌ای در لندن، میگن آقای منصور هم میخونده. بله خیلی تلخ. من اینا رو که میبینم عصبانی میشم که این جانورا با مملکت ما چه کردن. باری بریم این همه زحمت کشیده پومن بعضی چیزا رو تهیه کرده، بهش برسیم که بله. حضورتون عرض بکنم که امام حسین که این روزا تو سرشون میزنه